5 تا نکته ای که اگه اونا رو نمیدونی اصلا ترانزیشن نکن. بریم ببینیم اون 5 تا چیز چیه. شماره 1، باید بدونی که ترانزیشن یک مسیر بدون بازگشته و اگه اونو شروع بکنی یا اصلا امکان نداره که تو رو به حالت اول برگردونیم یا توی یه سری از موارد خیلی خیلی سخت میشه و خیلی به بدنت آسیب میزنه و بهت فشار میاره. اول از همه باید بدونی که بدن و جسم تو خیلی خیلی مهمه و تو واقعا توی یک سیستمی داری زندگی میکنی که همه چیش داره درست کار میکنه. وقتی بیای اینو دستکاری بکنی یک سری مشکلاتی برات به وجود میاد و یا یک سری اتفاقاتی میفته که دیگه امکانی که ما اینطور به اول برگردونیم وجود نداره. پس آگاه باش از کاری که داری میکنی و اگه هنوز مطمئن نیستی یه ذره دیگه به خودت بیشتر وقت بده و بیشتر به این فکر کن که چه چیزی میخوای و چرا میخوای این کار انجام بدی. هیچ وقت دیر نمیشه. تو هر جای دنیا که این کار رو شروع بکنی معمولا یک سیستم روان درمانی وجود داره که تو رو بین 6 ماه تا 1 سال زیر نظر میگیرن و از تو میخوان که یک سری از حالات خودش رو براشون توضیح بدی و اینکه در جنسیت یعنی در قالب جدید جنسیتی که میخوای درش زندگی بکنی و این به تو فرصت خوبی میده که امتحان بکنی که آیا واقعا این تصمیم برای تو مناسبه یا نه و اگر و تو راضی بودی و هنوز میخواستی که بازم بیشتر بری جلو، خب اون وقت تو میتونی ترانزیشن پزشکی و دارو درمانی و هورمون درمانی رو شروع بکنی. ولی هیچ وقت قبل از این مراحل شروع به هورمون تراپی نکن و هیچ وقت هم فکر نکن که با عمل جراحی که پشت سر هم و سریع انجام بدی داری به خودت کمک میکنی. اتفاقا به خودت زمان بده و بین جراحیات یه مقدار فاصله بنداز تا مطمئن شی از چیزی که میخوای، تا بدونی که واقعا تصمیم درسته و در آینده پشیمون نمیشی ازش. شماره 2، به واسطه هورمون تراپی که انجام میدی و یک سری از جراحی‌هایی که در این مسیر انجام میدی تغییرات و شرایط پزشکی جدیدی برات اتفاق میافته. وقتی که از هورمون تراپی صحبت میشه بیشتر میان راجع به تغییرات فیزیکی تو صحبت میکنن، اینکه به طور مثال از فرمت یک فیزیک آقا تبدیل شدی به فرمت فیزیک خانم و کسی هیچ وقت نمیاد بگه که مثلا در این راه چه عوارض دیگه هم وجود داره و معمولا راجبش خیلی کمتر صحبت میشه. به طور مثال برای ترنس‌های خانم زمانی که هورمون تراپی رو شروع میکنن خیلی گزارش دادن که احساس خستگی خیلی بیشتر میکنن یعنی اینکه بدنشون خیلی سرد شده و اینا چیزایی که تو باید خودتو براشون آماده بکنی. البته توصیه من اینه که حتما با پزشکت، با دکتر غددت و روانشناس و روانپزشکت در تماس باشی که اگه مشکلی برات به وجود اومد اونا رو در جریان بذاری که اگه واقعا نرمال و طبیعی نیست اونا بتونن داروهای جدیدتری به تو بدن یا دارو رو قطع کنن و یا یه تدابیر دیگه ای برات در نظر بگیرن. پس اینم باید در نظر بگیر که هیچ وقت نباید خود سرنه این کار رو بکنی، چون عوارضی برات ممکن به وجود بیاد که از قبل تو اونا رو نمیدونی و در اون شرایط فقط یه دکتر متخصصه که میتونه یک توصیه خوب برات داشته باشه. شماره 3 که خیلی هم مهمه و دلم میخواست اونو توی اول میذاشتمش ولی خب فکر میکنم شماره 3 هم براش اوکیه، اینه که باید بدونی که در این مسیری که داری وارد میشی خیلی 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 باید هزینه و پول خرج بکنی و دلم نمیخواد بگم که ترانزیشن یک چیزیه فقط برای افراد پولدار، ولی واقعیت امر اینه که اگه هیچ برنامه مالی براش نداری، هیچ حمایتی از طرف خانواده‌ات و یا پارتنرت نداری از نظر مالی و یا هیچ ارگان خیریه‌ای نیستش اطرافتو که بتونه به تو این خدمات رو ارائه بده، چیزی مثلا بهزیستی در ایران، واقعا شرایط خیلی برای تو سخت میشه و اصلا بهتره که این کار رو انجام ندی. من یه مثال برات میزنم، فکرشو بکن که تو داری مثلا 2 سال هورمون تراپی میکنی یا 1 سال داری هورمون تراپی میکنی و بعد از یه مدتی میبینی که اصلا تو نمیتونی حتی داروات تهیه بکنی از داروخانه و یا هیچ بیمه تو رو پوشش نمیده و هیچ ارگانی نیستش که به تو یه خدماتی ارائه بده.
خب چه اتفاقی میفته؟ تو مجبوری هورمون رو قطع بکنی و این باعث میشه که تو اولی که تمام مسیری که اومدی به عقب برمیگرده و دوما اینکه به بدنت داری آسیب وارد میکنی. یا به طور مثال فکر کن که تو بعد از چندین سال هورمون تراپی کردن نیاز داری که یک جراحی انجام بدی، ولی خب اصلا متاسفانه پولش رو نداری و نه خانواده داری که پولش رو بهت بده، نه ارگانی هستش که تو رو حمایت بکنه و خب میدونی چقدر داری به بدنت فشار میاری و همینطور روح و روانت چقدر آسیب میبینه به خاطر جراحی که واقعا میخوای انجامش بدی اما نمیتونی انجامش بدی. توصیه من اینه یک ترنس آگاه همیشه یک پسندازی رو اضافه از تمام مسائل زندگی برای فقط ترانزیشنش در نظر میگیره. من خودم یک حساب بانکی جداگونه‌ای داشتم که پولای ترانزیشنم فقط توی اون حساب میریختم و اینجوری پول ذخیره میکردم و میدونستم که اگر این کار رو نکنم واقعا به مشکل برمیخورم، چون این هزینه ها رو نمیتونم پرداخت کنم و بسیار بسیار گران قیمت هستش. تمام هزینه هایی که شما دارین میکنین رقماش بالاست، رقمای پایینی نیستش. جراحی، تریتمنت های دارویی، درمانی، زیبایی و همه اینها مستلزم اینه که شما یه پولی داشته باشین. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم توصیه من اینه که اگر پارتنر، خانواده و یا اطرافیانی نداری که تو رو از نظر مالی حمایت بکنن، حتما اول از همه با ارگان‌هایی در ارتباط باش که خدمات خیریه و یا رایگان این چنینی به تو ارائه بدن و تو باید بگردی و اطرافت اونا رو پیدا بکنی و یادت باشه که اونها دنبال تو نمیان و تو باید بری دنبال اونها. و دوم این که حتما در نظر بگیر که یک فرد ترنس هزینه های خیلی اضافه تری نسبت به آدم های دیگه داره و این یه واقعیت و تو باید بپذیریش و وقتی پذیرفتیش براش برنامه درست کن که مثلا من تا 2 سال دیگه این مبلغ پول رو میتونم جمع آوری بکنم و برای این کار میتونم هزینه بکنم. این خیلی نکته مهمیه. حالا من راجبش ویدیوهای بیشتر براتون درست میکنم. شماره 4 یه واقعیتیه که بعد یه خیلی تلخه ولی باید بپذیریش. اون هم اینه که خیلی با قطع ارتباط میکنن، چه از خانواده، چه از دوستای خیلی نزدیکت، چه توی محیط کارت و یا دیگه نمیدونم همشاگردی، هر کسی که فکرشو بکنی یا فکرشو نمی کنی ممکنه که با قطع ارتباط بکنه و متاسفانه تو فرهنگ ایرانی این مقدار بیشتر. البته در اروپا و امریکا این مسئله خیلی هست، فکر نکنید که شما در اروپا و امریکا اصلا اینا رو نمیبینید، اصلا اینطور نیست. من آدمایی رو میشناسم که سالهای سال با خانواده‌شون قطع ارتباط کامل دارن و این یه واقعیت تلخی در زندگی ما که کاریش نمیشه کرد. ولی یه چیزی میخوام بهت بگم، اونم اینه که بعضی از این قطع ارتباطات موقتی هستش. مثلا ممکنه اول خانواده تو رو نپذیره و این خیلی طبیعیه به نظر من، به خاطر اینکه خب یه موضوعیه که یه مقداری درکش برای همه شاید راحت نباشه. حتی برای خود ما افراد ترنس هم این زمانی میبره که تو به پذیرش 100% خودت برسی. پس یه زمانی هم با اونا بده که این مسئله رو بتونن هضم بکنن و بتونن باش کنار بیان. در خیلی از مواردی که من دیدم بعد از یه مدتی خانواده معمولا برمیگرده و یک رابطه جدیدی شکل گرفته میشه، ولی باید در نظر داشته باشی که تا این مدتی شاید تا همیشه خانواده تو رو میذاره کنار به طور کار و یا دوستای خودت که دوستای خیلی نزدیکی بودین، حتی شاید بعضی از دوستیاتون هم مثلا LGBT بودین، با این حال دوستان ممکنه با شما قطع ارتباط کنن چون فکر میکنن شما دیوونه شدی، شما نمیدونم غیر واقعی حرفاتون یا اصلا ارتباط نمیتونن باهاتون برقرار بکنن. ولی به نظر من این طبیعیه. یه زمانی به آدما بدین که شما رو بشناسن و خودتون آگاه باشین که در این مسیر تنها تر میشین. گیو خیلی پنیک نکنین تو اون شرایط و همیشه هم این تو ذهنتون باشه. درسته که ما خیلی از آدم‌ها رو از دست میدیم، خیلی از عزیزانمون رو تو این راه از دست میدیم، اما در عوض دوستان دیگه پیدا میکنیم
عزیزان دیگه ای پیدا میکنیم، خانواده دیگه ای پیدا میکنیم که اونا هم خالی از لطف نیستش. دنیا همیشه خیلی تیره و تار و سیاه برای شما نمیمونه. میگم با توجه به روابط جدیدتون شما میبینید که خب آره یه خیلی چیزا جایگزین شده، ولی همیشه برای روابط قبلیتون هم یه فرصتی بذارین که اونا هم شما رو درک بکنن و شما رو بپذیرن. شماره 5 اینه که رفتار آدم ها با شما عوض میشه و رفتار شما هم با آدم ها باید عوض بشه. اگه بخوام این مسئله رو باز بکنم براتون یه مثالی میزنم. این که ما چه بخوایم چه نخوایم به هر صورت تفاوتی بین جنس ها وجود داره، بین زن و مرد وجود داره تا امروز. شاید این حرف من یه مقداری یه افرادی بیان بگن که اینا خیلی جنسیت زده است، این حرفا خیلی قدیمیه. من نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم، شاید هم حق با اونا باشه، ولی واقعیت امر اینه که شما در حال حاضر ما این تفاوت ها رو داریم در جامعه ما. فرق هم نمیکنه چه تو ایران باشی، چه هندوستان باشی، چه در امریکا باشی، در هر جایی بالاخره کم و زیاد داره، ولی تفاوتی وجود داره. به طور مثال مثلا تماشا کردن فوتبال و مشروب خوردن زیاد و دعوا کردن بعدش معمولا کاریه که آقایون اینو بیشتر انجام میدن. حالا من یک مثال خیلی خیلی دیگه چی میگن خیلی اغراق‌آمیز زدم، ولی این یه واقعیته که اگر شما قبلا یک رفتارهایی میکردی که شاید در جنس شما یک رفتار مورد تایید و مورد پذیرش بود، دلیل نمیشه که همون رفتارها رو برداری بیاری توی این جنس جدید. البته داخل پرانتز بگم اصلا منظور من این نیست که خانم‌ها نمیتونن مثلا فوتبال ببینن اگه بعدش دعوا بکنه، نه اصلا، هر کسی هر چی که دلش میخواد داره زندگی میکنه. اما حرف من اینه که معمولا یک مجموعه ای از رفتارها منتسب به یک جنسیت خاصیه و اگه شما دارید، حالا میگم مثال من خیلی مثال اغراق‌آمیزی بود، ولی منظور اینه که شما دارین از یک جنس به یک جنس دیگه میرین، خب یک سری رفتاراتون دیگه نمیتونین وارد اون جنس بکنین، از این توقع از شما نیستش و خودتون خیلی وقتا دوست ندارید دیگه. من برای خود من واقعا یک سری از رفتارهایی که شاید بالاجبار اونا رو انجام میدادم اصلا مورد تایید و مورد پسند من نبود، ولی خب بالاخره ما رو جنسیت گذشتم بود و اون تمام شده رفت و هرگز دارم نمیکنم که تو جنسیتی که الان دارم اونا تکرار بشه برام، یا توقعی که جامعه از یک پسر داشت بر من الان خب اصلا بر من یعنی خوشایند نیست اصلا. و خب و در نظرم بگیرید اینو که افراد ترنس اونها هم میتونن یک زمانی نیاز داشته باشن که بتونن خودشون رو با جنسیت جدیدشون مطابقت بدن. اینطوری نیستش که شما یه شب از خواب بیدار شی و همه چیز خیلی مطابق اون چیزی که شما تو کلیشه ذهنیتون دارین باشه. خیلی وقتا اون افراد هم واقعا نیازمند یه زمانی هستن که این مسئله بر خودشون هم پذیرش بشه. براتون مرسی از وقتتون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر مطالب این ویدیو براتون مفید بود بر من خیلی خوشحال کننده است که به دوستای دیگه ترنستون بفرستین و یا به خانواده هاشون، چون که برای من خیلی مهمه که افراد ترنس و خانواده و اطرافیانشون با همدیگه به آگاهی برسن. مرسی ازتون، خدا نگهدار.